السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که خوب و صحت و سلامت هستید. الحمدلله. استاد، بعضی از حیات عزیزان خدا رو اگر گوش کنیم آموخته برآمدیم، در یک شب آنها چخیل گویم یک چند مراتب مقصد قرآن رو ختم میکردن. گفتگی اکنون مقصد اگر یک بار ختم قرآن رو از حاضر تلفن ها مثال نگاه کنیم، اگر در دوام یک چند ساعت هم قرآن رو خوندگی، مثال یک سوره رو نه کم از مثال یک چند مینوت ها خوندگی، هم نه چخیل اونها تیز میخونم که به تجرید میخونم که مقصد هم نه فهمانده میداده. اگر سوالم فهمو باشد. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، صحابگان کرام قرآن را عادت داشتند که در یک هفته یا مراتب ختم میکردند و این بهترین نوع ختم است. روز اول 3 سوره، روز دوم 5 سوره، روز سیوم 7 سوره، روز چهارم 9 سوره، روز پنجم 11 سوره و روز ششم 13 سوره و روز هفتم از سوره قاف تا سوره ناس. و این بهترین نوعش است. این در یک هفته یا مراتبه. و امام نووی الله تعالی رحمت کند در کتاب التبیان فی آداب حملة القرآن تاریخ نقل کردن که در تاریخ کیها چقدر ختم میکرد. گفتن که شخصیت های بودن مثلا در یک ماه 1 بار، در یک ماه 2 بار، در یک ماه 4 بار یا در یک هفته 2 بار، خلاصه در یک روز 1 بار. بعد از آن شخصیت های رو ذکر کردن که در یک روز 2 بار ختم قرآن میکردن و بودن شخصیت هایی که در یک روز 3 مراتبه. اینا همشه نامبر کردن در کتاب تبیان. این بسیار کتابی بهترین کتاب است در باب خودش. آداب حافظان قرآن، التبیان فی آداب حملة القرآن. هر یک حافظ قرآن و هر یک طالب علم باید این کتاب را خواند. تمام مسئله هایی که عاید به تلاوت قرآن هست در این کتاب بیان کرده. بسیار مسئله های نازک، عجیب، غریب در این کتاب جمع آوری کردم. از جمله شخصیت های را ذکر کردند که در یک شبانه روز 3 مراتب ختم قرآن میکردند. سپس آنهایی را که 4 مراتب ختم قرآن میکردند، سپس آنهایی که 5 مراتب یعنی در یک شبانه روز، سپس آنهایی که 6 مراتب، سپس آنهایی که 7 مراتب، سپس یک شخص را ذکر کردند که در یک شبانه روز 8 مراتب ختم قرآن میکرده است. سپس گفتند که این از همه، یعنی که غایتی که در این مسئله یافتم، یعنی که از این دیده بالاتر نیافته. یکان کسی نیافتم که در یک شبانه روز 9 مراتب ختم قرآن کند. نه، همین قدر یافتم در تاریخ گفتم. ولی قیاسی اون شخصیت ها رو بعضی برادرها وقتی که همین صحبت گفتیم همین مسئله رو، بعضی خودشون رو به اونا قیاس کردین. گفتن که من خونده دیدم نمیشه. گفتن در یک ساعت 1 پاره خواندم. گفتن اون آدمی که قرآن را حفظ کرده است، غیر از اینکه حفظ کرده است هر روز تکرار میکرده. مثلا در زمان ما پدری استاد ما محمد ابن عبدالرحمن ابن قاسم رحمت الله علیه فرزندشان نقل کردن که روز جمعه به نماز بامداد به یک مسجد می‌درآمد و تا نماز جمعه ختم میکرد. یعنی بعد بامداد تا پیشین تا نماز جمعه ختم میکردن. اون آدمی که سر و کار با قرآن دارد، همیشه با تلاوت آن مشغول هست، البته زبان او شروع میگردد. بله، قاعده های تجوید خیلی که شما در نوار میبینید، در نماز تراویح میخونند، یا اون قرآنی که همچون تلاوت برای شنیدن و فهمیدن دیگرها قرائت کرده شده است، از اون فرق میکنه. اون قرائتی که برای ختم میخونه فقط برای فهم خودشون. حتی امام شافعی هم اگر یک مسئله را سبحان در زمانه اونا کامپیوترها نبود، از ما مثلا یک کلمه در قرآن می نویسیم، همین کلمه چند مراتب ذکر شده باشه میبرارد کامپیوتر. 5 بار ذکر شده که سوره فلان آیت فلان، سوره فلان آیت فلان. در اون زمانه خیلی نبود، مجبور میشدن قرآن از سر تا آخر خوانده میبرن برای جستجوی یک مسئله.
و یک مسئله رو جستجو کرده قرآن میخونده و قرآن این سخن الله است. این قرآن رو به یگان کتاب مانند کرده نمیشه. هر مراتبی که میخونید او کتاب دیگر بنده هم هر مراتب بخونید یک چیزی نو میگیرید، علل خصوص متعلق به وحیین باشد، متعلق به قرآن و سنت باشد. و کتاب‌هایی که متعلق به قرآن و سنت است، یعنی گرفته شده از قرآن و سنت است، روح انسان از وی غذا میگیرد، انسان از وی قوت میگیرد، انسان از وی حلاوت میبره، علاوه خصوص شخص مؤمن. بنابراین هر مراتب وقتی که میخواند فایده های نو میبرد، علاوه خصوص آن آدمی که علم تفسیر میداند و از علم گراماتیک عرب با خبر است و این قرآن را الله تعالی بلسان عربی مبین نازل کرده، با زبان عربی آشکارا. اون آدم ها از قرآن استنباط میکنن، معناهای نو میفهمند، یک حلاوت های عجیب میبرند، برای آنکه این لذت بری از سخن الله است و از صفت الله است و این لذت بری فرق میکنه از لذت بری از مخلوقات. مثلا وقتی که شما طعامی با لذت میخورید، شرابی با لذت می نوشید، در خانه های و قصرهای خوشرو زندگی میکنید یا در آب و هوای تازه، در منظره زیبا وقتی که شما روز میگذرانید، این نوع حلاوت دارد. ولی این حلاوت ها حلاوت از مخلوق است. بنابراین الله تعالی در قرآن کریم در وصف اهل جنت گفت که لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید. برای اهل جنت هر چیزی که خواستن هست و در نزد ما مزید هست، اضافگی هست، زیادتی هست. پیامبر صلی الله علیه و آله اون زیادتی دیدنی الله تعالی گفتن. در صحیح بخاری آمده است که روز جمعه اهل جنت الله تعالی رو میبینند و وقتی که به خانه هاشون بر میگردند، همسرانشان میگفتند که شما یه نوع نوری در روتون دیده میشه، اونقدر زیبا شدید که پیش از جمعه از اون زیبایی که پیش از جمعه داشتید، والان که اهل جنت همه زیبا هستند، پیش از نماز جمعه اون زیبایی که داشتید یعنی فرق میکنه از این برای چی؟ برای اونکه اینو رفته الله تعالی رو روبرو دیدند، جمال الله تعالی رو دیدند. و وقتی که الله تعالی رو روبرو میبینید و سخن الله تعالی رو به گوشتان میشنوید، اونجا الله تعالی خودش برآمد میکند. سخن الله تعالی رو میشنوید، اون سخنایی که نشنیدید، اون سخنایی که نمیدانستید، الله سبحانه و تعالی خودش گپ میزند. جل جلاله و تقدست اسماء. وقتی که به خانه برمیگردن، زنهاشون میگن که بسیار، یعنی که نوری رویتون درخشید، یعنی زیباتر شدید. هر جمعه این تکرار میشود. خب برای چی اکنون اونو زیباتر میشن؟ اگر این شخصی که شبها تهجد خواند، روزها در عبادت الله تعالی باشد، این شخصی که در قلبش غیر الله تعالی دیگه چیزی نباشد، شخصیتی باشد که یعنی طبق چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که قل آمنت بالله ثم استقیم، بگو با الله تعالی ایمان آوردم سپس مستقیم شو. یعنی هر چیزی که الله سبحانه و تعالی گفت طبق همون عمل کن. یعنی اگر همین خیل بنده های اولیاء باشد، الله تعالی واقعا به او نور میدهد و هر کس، هر شخصی مسلمان به قدر ایمان و عملش نور دارد و این را حس کرده میشد. در یک معرکه نشسته بودیم در یک محله که مردمش عموما از دین دور و از نماز و روزه و از این چیزا عموما دور و همشان مردمی به نفقه برآمدگی های زمان شوروی بودند. بعد اوملا در پهلوم نشسته بودم، گفتم که این موی سفیدا رو روی هایشان رو ببینید. سبحان الله، موی سفیدی نمازخوان اگر نشناسید، هم موی سفید اگر نشناسید، عموما یکم بار اگر بینید نمازخوان و بی نمازه غالبا انسان جدا میکند، میگوید این موی سفیدی نمازخوان است، روش نور دارد و فرق میکند. اینه آدمی به ایمان میتوند فرق کند و این نور نور ایمان است،
نور ایمان، نوری از عبادت، از نماز، از ذکر، از توبه، از دعا، از عبادت. برای چی؟ این وقتی که الله تعالی را عبادت کرد، این نوعی لذت را گرفت و این نوعی نمود آثار در روش دیده میشه. اکنون روز قیامت در جنت الله تعالی را میبیند و مثلا در جنت اگر از قصرهای جنت، از اون درختهای جنت و از اون دریاهای عسل، دریاها از شیر، دریاهایی که در زیر درختان جنت هست جاری می شود، یا اون پرنده های خوش لذتی که الله تعالی وصف کرده است، یا اون حور جنت که بهترین زنها هست، در وصف آنم قرآن بسیار بسیار خوشرو وصف کرده است زنهای جنت را. از این چیزها لذت میبرد، ولی اینا همه مخلوق هستند، اینا مخلوق هست. لیکن وقتی که روز جمعه به نزد الله تعالی می رود، الله تعالی رو می بیند، سخن او رو می شنود، جمال الله تعالی رو می بیند، در اونجا لذت از خالق می برد. بنابراین فرق لذت از خالق و لذت از مخلوق فرقی خالق و مخلوق است. بنابراین بعضی علما می گفتند که و بهترین لذت این در فهم سخن الله تعالی و در آموختن بزرگی های این شریعت اسلام است. بنابراین بعضی علما میگفتن که لو یعلم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیه لجالدونا بالسیوف. اگر پادشاه ها و فرزندان آنها اون نعمتی که ما داریم اون میفهمیدند، لو یعلم الملوک، اگر میدونستند که ما در کدام لذت هستیم، لجالدونا بالسیوف، با شمشیرها با تخت پشت ما میزدند، با قمچین نه، با شمشیر میزدند و این از ما میگرفتند. چرا میگرفتند؟ تعلیم علم گرفتن را، لذت کتاب خواندن را، کتاب‌های شریعت خواندن را، مشغول شدن با علم شریعت. اگر لذت اینه پادشاه ها میفهمیدن، از ما کشیده میگرفتن. اگر مثلا در یک بهترین جا یک آدم قصر داشته باشد، کوه دارد، درخت ها دارد، منظره زیبا دارد، آب و هوای خوش دارد، آرامی دارد، نسیم فارم دارد، تمام زیب و زینت را دارد، در همین جا یک قصر ساخته است یک آدم، بسیار قصری با حشمت و قشنگ، واقعا منظره هست که یعنی که میسازد که وصف کنی. اگر همین جا در یک بنده عادی باشد، بگذار تاجر باشد، اگر پادشاه یا فرزندانی پادشاه فهمد، این البته کشیده میگیرد. اگر ظالم باشد، اگر عادل باشد، خریده میگیرد، چون که آنها میخواهند که همه چیزی زور در آنها باشد. معنای گپی علمای قدیم، یعنی این در زمانهای قدیم میگفتند لو یعلم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیه لجالدونا بالسیوف. اگر شاه ها و فرزندان آنها اون لذتی که ما داریم اگر این را میفهمیدند، این از ما کشیده میگرفتند. یعنی دیگرها را تعلیم علم میکردن و خودشان تعلیم میگرفتند. ابن حزم ظاهری از عائله سیاستمدارها هست و از عائله ملیک و وزیرها هست. ترک وزارت، ترک سیاست کرد وقتی که لذت علم را چشید، به علم روی آورد. وقتی که وارد مسجد شد، روزی جنازه عمکش بود، در آمد و نشست که آدم از کجا میداند که این فرزند کی است، از کجا میداند که این ملیک زاده و وزیر زاده ها هست. گفت که ای مردک، خیز 2 رکعت نماز تحیات مسجد خوان. پیش از عصر در آمده بود، ولی قامت به عصر گفته نشده بود. بعد خیز 2 رکعت نماز خواند. بعد عصر شد، بعد عصر رفتن جنازه خواندن، بعد اینکه دفن کردن، بعد نماز عصر وارد مسجد شد، نماز خواند. وقتی که 2 رکعت نماز خواند، یک آدم گفت که ای، گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن بعد نماز عصر از نماز خواندن. بعد به طلب علم شروع کرد. این قصه را علما در کتاب ذکر میکنن که یعنی این سبب است که ابن حزم ظاهری الله تعالی رحمت کنه روی به علم آورد. خلاصه و بهترین علم
این قرآن کریم است. آدمی که معناهایش را میداند، از تفسیرش باخبر است، به همون نوع قرائت میکند که از این خودش میفهمد و اجر و ثواب میگیرد. ولی تجوید را یعنی به درجه ای که باید و شاید تمام مستحباتش را در این حالت رعایت نمی کنند. تجوید ما گفتیم که دو خیل هست، یک نوعش رعایش فرض است، یا نوع دیگرش رعایش مستحب است، یعنی مستحباتش اجرا نمی کردن در این وقت چون که تیزتر می خوانند، و یا نوعی که فقط خودشان می فهمند. ولی آن آدمی که حافظ قرآن است تیزتر ختم میکنه از آن آدمی که حافظ قرآن نیست اگرچه قاری قرآن است. بله خلاصه یعنی که اونها تیزتر میخوانن، برای همین زیاد ختم میکردن. جزاک الله خیرا استاد، بسیار بر سوالم زیبا جواب دادید. الله شما را در پناه خودش حفظ کند و علمتان باز هم زیاده گرداند و بر علم شما برکات دهد.